وسایلی که واسه خونه نداشتم اون خریدم پارت دوم. پولام تموم شد. یا ببین چیا خریدم. ایول یه آشغال جدید. دوست داری تو بازش کنی؟ بله. تو رو خدا نشکنیشا. تو رو خدا نمیرزا خواهش میکنم نشکنش. این چیه؟ گلدان. گلدان؟ گل داریم ای تو. میخوام گل بخرم بذارم رو میزم. الان میرم توش بس. عجب گلدون بامزه‌ایه. چند؟ 300 و خورده ای. کارت منو کی برداشتی آجی؟ آیتم هیجان انگیز بعدی درررن برای پشت در اتاق. با این خونه ننجونم هم هست، چرا میگه آیتم هیجان انگیز؟ خب خیلی خوبه دیگه. گوشتی ببین یه بده چیز من بابا. بیسیک همه دارم ولی اینی که من خریدم خوشگله. یه چیزی اینجا دارم میبینم خوراکیه بردارم. آره بعد آخ جی چیه آجی؟ اسکاج با طرح نون توست، اسکاج 5 عددی. چقدر باحاله. با این قرار ظرف بشوری. 500,000 تومن پول اینو دادی؟ نه 470 تومن. خرابش نکن، ولش کن نمیخواد بذاری تو بستش. لا لا ای گفتین چیه؟ ظرف ماکروفری شیر برنج. اینا کاغذای هواپزه. یه بار مصرف هواپزه. بله قدر هیجان. از اینا میذاری تو هواپزت که هواپزت کثیف نشه، میخوای تو غذا درست کنی و اینو برمی‌داری میندازی آشغالی، ظرف نشوری. ببین مثلا صبح میتونی تو این دو تا تخم مرغ بشکنی بذاری تو هواپز. تو تخم مرغ و نیم رو کن دیگه. اینه که من گفتم. تو اینو می‌خواستی؟ آره بهت نشون داده بودم. دوست داری برای من یه چیزی بخری؟ ببین مثلا شما داری آشپزی، چون من آشپزی میکنم دیگه هیوا جان. حالا هی بگو مردم بدانی. اینجا غذا درست کردی، خب. این قاشق اینجا میکنی تو دهنت میذاری اینجا. شما مثلا در قابلمه رو برداشتی میخوای سر نره، چیکار میکنی؟ اینو اینجوری وا میکنی در قابلمه. به چه در قابلمه تمیز. اینا تو کمد آوردی؟ کمد بوده این انقدر و داره ازش روغن میریزه اینجوری و 2 تا جا داره. میتونی درشو بذاری. اگه دوست دارید پارت‌های بعدی از خونه و لوازم خونمون رو ببینید پیج منو فالو کن.